امام بخاری رحمت الله علیه گفتند باب علامت الایمان حب الانصار. باب در این باره که علامت ایمان است دوست داشتن انصاری ها. مقصد از انصاری ها، انصار جمع کلمه ناصر، یاردم دهنده. انصار یاری دهنده ها، اینها اهل مدینه هستند، از قبیله اوس و خزرج. اینها وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با همراهی اهل مکه، مسلمان های مکه هجرت به سوی مدینه کردند، اینها جای دادند و نصرت دادند. حتی الله تعالی و ینصرون الله و رسوله آنها را وصف کرد که آنها نصرت الله کردند و نصرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کردند. به الله تعالی و به رسولش یاری دادند. گفت الله تعالی به یاری کسی حاجت ندارد، ولی الله تعالی با چنین صیغه آنها را ثنا گفت. منظور این است که آنها به دین الله تعالی نصرت دادند، دین الله تعالی را خدمت کردند، دین را یاری دادند. الله تعالی که الله و رسولش را یاری کردند. آنها واقعا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آنها چیزهایی که برای خودشان پسند بود و حاجت داشتند، آنها را به مهاجرین تقدیم میکردند و در دلشان یگان حسد، بدبینی پیدا نبود نسبت برادران مهاجرین و نسبت مسلمان ها. بسیار خدمت به دین مقدس اسلام کردند. بنابراین آنها را پیامبر صلی الله علیه وسلم انصاری نام گذاشتند و مرتبه آنها بعدی مهاجرها هست. صحابه های اهل مدینه، آنهایی که اهل مدینه بودند و جای دادند و خدمت به این دین مقدس اسلام کردند، آنها را پیامبر صلی الله علیه وسلم انصاری ها نامیدند. و در این حدیث امام بخاری حدیثی را می آورند که از علامت ایمان بنده هست دوست داشتنش انصاری ها را، که واقعا برای این خدمت مردم مدینه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آنها یک چند مکافات ها دادند. از جمله این است که از علامت ایمان است دوست داشتن اهل مدینه، یعنی انصاری هایی که در آن زمانه به پیامبر صلی الله علیه وسلم و به دین اسلام خدمت کردند. بعد امام بخاری حدیث 17 را آورده، گفتند که حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار و آیت النفاق بغض الانصار. این حدیث بین امام بخاری و بین پیامبر صلی الله علیه وسلم 5 نفر است و این حدیث هم از حضرت انس رضی الله عنه روایت شده از خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفتند که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند: علامت ایمان است دوست داشتن انصار. اهل مدینه را دوست داشتن دلالت به ایمان بنده میکند. و آیت النفاق بغض الانصار، و علامت منافقی هست بد دیدن انصاری ها. کدام مسلمانی که انصاری ها را بد میبیند، این دلالت میکند که او نفاق در قلب داره، او منافق است. برای اینکه علامت منافقی در او دیده میشود، برای اینکه انصاری ها شخصیت هایی هستند که الله تعالی آنها را دوست داشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را دوست داشتند. و المهاجرون و الانصار، همیشه در قرآن برای آنها ثناهای الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان نازل شد. بنابراین کسی که آنها را اگر بد بیند، واقعا این دلالت به نفاق او میکنند. و این یکی از علامت های نفاق است که انسان صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم علی خصوص انصاری ها را بد بیند. انصاری ها بعد مهاجران میستند. کسی که انصاری را بد بیند، این علامت نفاق است. پس اگر مهاجر را بد بیند، به طریق اولا او هم علامت نفاق دارد. و همین گونه دوست داشتن مهاجرها علامت ایمان است، چون مهاجرها از انصارها مرتبه آنها بالا است. یا که اگر سیدی مهاجرها حضرت ابوبکر یا حضرت عمر
البته دوست داشتن آنها هم از ایمان است و بد دیدن آنها از علامت های نفاق است. چخیلی که در حق حضرت علی هم همین گونه حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دوست داشتن علی علامت ایمان است، بد دیدن حضرت علی رضی الله عنه علامت نفاق است. و همین گونه تمام اون صحابه هایی که الله و رسولش از آنها راضی شد و با آنها ثنا و سپاس گفت، کسی که آنها را بد بیند البته در قلب او نفاق است. نسأل الله سلامت و العافیه. و این حدیث دلالت میکند که دوست داشتن صحابه ها شاخه از شاخه های ایمان است و به قدر محبت انسان ایمان او زیاد و کم می شود. و محبت انصاری ها این عمل است و عمل از ایمان است. با این حدیث های امام بخاری اثبات میکنند که ایمان قول است و فعل است، زیاد می شود و کم می شود. والله تعالی اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.